سلام بریم امروز با هم این کیک بینایت خوشمزه رو درست کنیم. خب مواد اولیه‌اش آرد، بیکینگ پودر، وانیل، شکر، تخم مرغ، کشمش، روغن و آب یا هم شیر. خب در مرحله اول تخم مرغ ها رو میشکنیم و به هم میزنیم تا از لختگی در بیاد. در مرحله بعد شکر رو اضافه میکنیم و بعدش هم یه همه کوچک میزنیم. بعد روغن رو اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم تا مواد به خورده هم برن. در مرحله بعد شیر یا آب اضافه میکنیم، وانیل رو اضافه میکنیم و مواد رو خوب مخلوط میکنیم. در مرحله بعدم کشمش رو به دلخواه اضافه میکنیم یا هر مغزیجات دیگه‌ای که خواسته باشین. خب مواد رو به هم میزنیم و در مرحله بعدم آرد الک شده رو اضافه میکنیم با بیکینگ پودر و مواد رو خوب مخلوط میکنیم. اندازه دقیق موادم که داخل دیسکریپشن براتون نوشتم. خب مواد وقتی خوب با هم مخلوط کردیم و میریزیم داخل کف تابه‌ای که چرب کردیم و میذاریم روی شعله گاز به مدت 45 دقیقه. خب اینم کیک خوشمزه ما. خب تا اینجا که اومدی ممنون میشم ویدیومو لایک کنی و اون زنگوله رو هم بزنی.